این کار را اصلا نکنید. اگر کرده باشید زود توبه کنید. السلام علیکم دوستان عزیز، شما در شبکه کاروان عمر قرار دارید. با شما هستم من ابو مدثر. زنا یکی از بدترین و کلانترین گناه در دین ما حسابیده می شود. غیر از دین اسلام و در دین یهودی و نصرانیان نیز گناه کلان حسابیده می شود. خداوند ما را بر زنا نزدیک شدن را منع کرده اند، زیرا که این خیلی راهی بدی هست، عاقبت ما را به جهنم میبرد. دوستان عزیز، میخواهید که به سرحد یعنی به گرانیسه قزاقستان گذارید، اما حجت‌های شما مشکلی دارد. پس این همه مشکل شما حل شد ان شاء الله. اکای رحیم و اکای صبیر در خدمت شما هستند. هر شخصیتی را که حجت‌هایش به انجام رسیده است، این برادران کمک میکنند تا حجت‌های شما را برطرف سازند. اول خدا، بعدا شما را سوق سلامت از جای زیست برده میآورند ان شاء الله. و رقم‌های در روی اکران بوده زنگ زنید، از نام شبکه کاروان عمر صحبت کنید. ان شاء الله هر یک مشکلی شما دارید، اول خدا بعدا این برادرها در خدمت غریبا هستند. اکای رحیم و اکای صبیر در خدمت کلی غریبان هستند. خداوند همه شما را نگهبان باشد. البته با این نگاه نکرده برای زنا کردن هوس میکنیم. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم در چند حدیث ها گفته اند که شخصی که زنا کرد و توبه نکرد از دنیا گذرد، در آخرت خیلی حالش بد می شود. زنا 5 خیل می شود. اگر از این 5 زنا یک تویش را کرده باشید، زود توبه کنید و دوباره به این کار دست نزنید. حاضر این 5 زنا را ما به شما گفته می دهیم. یکم، زنای زنی که بر ما نکاح آنها حرام است، مثلا اپا و خواهر، مادر و خشتامند و زنی که شیر داده باشد. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث چنین گفتند: شخصی که با مرحمیله زنا کرده باشد به جنت داخل نمی شود. دوم، زنی که شوهرش به جنگ رفته باشد. پیامبرمان گفتند زنی که شوهرش به جنگ رفته باشد، او زن بر شما مثل مادر است، پس حرمت و احترامش را به جا آورید. سوم، زنایی که با همسایه می شود. صحابگان می گویند زنا از سوی خداوند و رسولش حرام کرده شد و تا قیامت حرام می ماند. چهارم، شخصانی که اولیدار هستند و باز دست به زنا می زنند. پنجم، این زنای جوانهایی هست که حالا اولیدار نشده اند. اگر شخصی از این 5 زنا یک تویش را کرده باشد و توبه نکرده از دنیا گذشته باشد، وای بر حالش. امیدوارم که مقصد و نواری ما را خوب فهمیدید. خداوند از شما راضی باشد.